و هر کدوم از این کاتگوری ها زندگی سلبریتی و اینها در بیاری و یک کانال یوتیوب بزنی. موضوع شماره 2 روتین روزانه و مراقبت از پوست، موضوعی که بانوان به شدت دارن سرچش میکنن تو یوتیوب و قطعا خوب جواب میگیره. موضوع شماره 3 آرایش کردن جلوی دوربین یا همون میکاپ، این هم یه موضوع خیلی خوبه. موضوع شماره 4 آنباکس وسایل آرایشی. موضوع شماره 5 آنباکس اسباب بازی. اگر کوچولی توی خونه دارید یا آشنایی دارین که کوچولیش خیلی اسباب بازی داره، میتونید ازش استفاده کنین و بهتره کنید. موضوع شماره 6 کاشت ناخن و هنر تزیین کردن روی ناخن. یکی از بهترین موضوعاتیه که میشه ازش جواب خوب گرفت و خدا رو شکر ما توی هر خانواده یه دونه ناخنکار در حال حاضر فکر کنم تو ایران داشته باشیم. ایده بعدی ایده خیلی جذابه، درست کردن وسایل تزیین